سندیکه روزنامه‌وان کردستان سوریه داخویانک درباره رواندن هر دو میدکار صبری فخری و باور ملا احمد جعلی میلیسین پیاده و بلاف کرد. گروپک رونوخامتی سرب پارتیا یکتیا دموکراتی پیاده ایرشی سرمالا پیمنیر کانال آرکه میدیاکار صبری فخری کرد و ده همان شویدا ایرشی سرمالا پیمنیر یکتیا میدیا باور ملا احمد جی کرد و موبایل وان دست سر کرن و لپیش مال و زاروکن وان او گرتن و بر بجهکی نی دیار و برن و ده همان دمیدا بریارا گرتن اوفیسا کانال روداویل روژاوای کردستان هاتا درخستن. داخویانی کریار نبر پرسیانه یعنی یکتیا پارتیا دموکراتی پیاده هین ننو شرمزار کر. سربار کر کج دما افری خستن ریو بریاد دوارا کردی دکن و تانها شر راگهاندن و راگهاندی کاران یعنی نسر بوان و دکه. کو بدهان بن پیکرنج سالات 2012 دا جدما کو دا سالات رژیم سوری ورگرتن او تانها به در حق روزنامه‌وانان هاتیه تومار کرن چه گرتن به او چه جیش کستاندن تلین وانا به او چه جی سرگون کرن وانا ج دروی روجاوی کردستان به فشار نو دکوی چارچوبه فشل پارتیا دموکراتی پیاده ده همی وراندا نبتن رودان گرتیگاه گویرانه دخوازن فشل خوا بگرتن راگهاندیکاران وشیره. داخویانی سربار کر کو انجمن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه دبینه کو هلمت نو ناکوه خدمت نزدیک بونا کردی و نامه که انجمن اجتماعی کردی لسوری رایه کو سر تشتیم برای لحاف کرنه دور کوه جبر کو هر دو نوچگهان صبری فخری و باور ملا احمد حوالن هر دو پارتیین سرکنه اندناوه انکسه دا انجمن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه اف کریار به در حق راگهاندی کاران لروجاوای کردستان شرمزار کر کو ایدی او بانگج ریو بریا پیاده و یکتیا راگهاندن آزاد ناکن جبر کو سر به همی آلیان وانه سربار کر کو آواز سازی نف دولتی این کو پاراستنا روزنامه‌وان دکن آگهدار بکن کو روشا روزنامه و روزنامه‌وانان و بن پیکرنه به در حق وان تینه کرن اشکره بکن.